در سال 1733 میلادی نادرشاه افشار با ارتش قدرتمند خود به سوی بغداد حرکت کرد. بغداد که در آن زمان تحت کنترل عثمانی‌ها بود، به یکی از اهداف اصلی نادرشاه تبدیل شده بود. نادرشاه با استراتژی‌های نظامی بی‌نظیر خود توانست ارتش عثمانی را شکست دهد و بغداد را فتح کند. این پیروزی بزرگ نه تنها قدرت نظامی نادرشاه را به نمایش گذاشت، بلکه ثروت و منابع زیادی را نیز به ایران آورد. نادرشاه با این فتح قدرت ایران را در منطقه تثبیت کرد و نشان داد که ایران میتواند در برابر بزرگترین امپراتوری‌های زمان خود ایستادگی کند. امروزه فتح بغداد توسط نادرشاه به عنوان یکی از مهمترین فتوحات تاریخ ایران شناخته می شود و یادآور دوران طلایی قدرت و عظمت ایران است. اگه این پست رو دوست داشتید لایک کنید و بنویسید درود بر نادرشاه شاه ایران زمین.